خیلی خوش آمدین برارم. زنده باشین برارم. سلامت باشین. ما برارم چیز ما یک سرای ماییم. سرای ماییم؟ بله. سرای چی ماییم؟ گیره‌ای باشه، کره‌ای باشه، میخریم چی؟ نه خریدنی نماییم ما، گیره ماییم. گیره. سرا تا چندی ماییم برار؟ چند پول داریم شما؟ من 10,000 دارم. 10,000؟ بله. خوب ما یک دو طبقه داریم تقریبا 12-13 میدم. جرامت داره شاید 10,000 میت چیزی. نه دو طبق نه، یک طبق باشه که من و یک کپ میگم حساب حیوانی هم دارم همینجی بسته کن. تسرا داره؟ تسرا داره. یک طبق هم داره. ما 2 خونه و دهلیزی داره. تسرا داره. یک طبق او چنده؟ او برارم 3,000 گیروی اینه. خوبه دیگه برارم همین میشه برام نگاه کنم. خوب مشکل نداره، میرین خود شما نگاه میکنی گپی نیست. خوبه. یعنی 2 کوچه بالاتره. این سرایه. این سرا دیگه خودی دارین ها؟ السلام علیکم. خوبه و علیکم. ماما جو کجای پیار تو؟ پیار نه. با خونه برو بگو ابانگا آمدم. خب بپرس که تو پیاریو. تو چوب کو کاکا جو. بگو ابانگا آمدم. ماما. وسیلی ممونجگاه مخ کرده یک گم نمیشه. چطور وسیلیه؟ خرمه. خره؟ دم بانگا شما خر خور مخ کرده ما گم نمیشه. خب میگفته میدم به ما. به کی میگفتم؟ به من. چی میفهمیدم دیگه؟ شما گفتیم بر اینجا بیامدیم. گم نمیشه. ما این زنگ بزنیم اگه خر گم نشه. نه نمیشه تیاره. سلام خوبین بخیر سلامتی تیاره هستیم بخیرین. شنو ماما خیریت جان یاری. دم کنی بس. خیریت نلو. ما خو ابانگا میفهم کن بانگا خیریته. باقی بیامدیم شما که وقت شما پرده شده بیامدین که می سرا می لالا ما هم گیره کنم به زینا به گیره بده. به زینا بگیره میدم. بله. یعنی پولام تیار کردیم من نه. خود دیگه از اینا میستونیم با ما خوش کنم ها. خوب. چون یک یالله بگم یالا سرا سه کنم. سعی کنیم مادر شما نباشه از من میشه رو توشه. یالا. بیاین. یه. بیاین. سگ و سوتولی کنه داری؟ نه. یالا به شرط سگ و سوتول چه کار میکنه؟ نگو. بله. میستونه چای میخوردی. زنده باشین سلامت باشین. خونه که اونی بدیدی برو جو. خوب خانه. 2 تا اتاق خواب، دهلیز، حموم، سرویس، همه چیز برابر. میخند نگلت کرده هم میخ پشخون عزیبت پشخون هم میخ خلالت کرده یا مسئله ایه. خونه بدیدی خوش کردی. خوب خونه. خوبه. که بریم به دفتر که گیره خط نوشته. ماما. میگم پولام که بخیر کی میری نلو. ماما جو پیارمه همی آدم خونه گیره کنه همی امرو پولار بده به شما زنگ میزنم گیره خط خود بیاریم به دفتر که اون لغو کنه پولا شما میده. خاطر تو موقعی که پولام ندی میدی سر به در نمیشه. بابا جو من کی گفتم شما بیروشی؟ خاطر دیگه ما شما سر وقت داره. ما دیگه با خودم مبلغ پول شما کمی میمونه که ما در پنجره حساب کتاب برق و حساب ما مگر معلوم کنم. ماما گفتن که بیاین چای بخوره. اگه میفهمی مشکل نداره بشینی چای بخوریم. نه برو جو بریم. الان اینجا میشینیم بریم پیاله بیاریم ما. چای بیارم. چای ما بیاریم. کاکا جو به دفتر بریم چای میخوریم. اینجا سیاسرا به خونه مزاحمت نکنیم. بریم به دفتر چای تیار کنیم میخوریم. ما اتاق اتاق میریم دیگه. نه ما کاکا جو ما مزاحم شما نمیشیم. ما خوش کردم ماما. خوش کردید دنیا. ما معامله خودی از این علف فصل شما به شما زنگ میزنم بیاید پولا خوبه. خوبه چشم. با خونه نزدیک‌تر. خب خونه رو بدیدین خوش کردین دیگه نه؟ خوب خونه برابریه خیلی بینید. من برارم اگه پیشین بیام به خاطری که برم کمک علفم خرخو بدلم اون چه ادم دور جوا. من خرخو بفهمیدین. میگم پول هم دارین که رسید کنم. اون چیزی بدین برار که ما اینجا شما رسید کنیم. بیونه؟ خونه بنوم شما ثبت کنیم ما که دل جمع شیم بعد کس ندیم با خونه. بیونه چیه؟ پول برار پول. آها کمی پول بدم. کمی پول بدیم ما که ما خونه بنوم شما ثبت شه. خوبه. به چند دادیم به من؟ همون 3,000 دیگه. 3,000. آن 1,000 بگیریم نوشته کنیم. 2,000 دیگه شما هم با خیلی خوشی که بیامد و میارم. ای افغانیه برار ازری په افغانی نه. بله؟ ای که ازری په افغانیه. افغانی دیگه خود شما مکو بچه افغانم دیگه. مکو مشیدی نیو. مکو تیرینی نیو. من مثلا از دید ثقافت افغانستان نیوم من ادبه جا. میگم
تو گفت پزی بزن که روزی که عقل کمال بخش میکردن تو به کجا بودی؟ روزی که عقل کمال بخش میکردم آه من بودم مدر میگفتن برو یک پیبروی بخر با برار خورده خوب برفتم مرد بسته پیبروی ورده کاکوش ورده یه هزاری افغانی خورده جمع که ورده با 3,000 افغانی به تو خونه بگیره میدم من $3,000 به تو گپ میزنم کاکو چی؟ $3,000 اینجا به دفتر ما از افغانی گپ نمیزنه کسی $3,000 بله یا ماما اگه تو شیاری بشی اگه من $3,000 داشته باشم من چرا برم اونجا با خر بیایم تو $3,000 به قیافه میبینی میگم اگه تو هم شیاری بشی به 3,000 افغانی حالا کسی خونه به کرایه نمیده سلام لولو بخیرین این موتور این خر شما نه؟ بله شما اشته بیاغلین خر و اشترین موتور بسته کردین من اشته بیاغلم که خر بشترین موتر بسته بله خب برار من دیگه برو زمین که زمین اسفالتی زمین سختی مختبیله تعمیره میگم این خر شما بسته کردین بله برار جو وقتی با کو خر از اشترینگ موتر مردم که بعد برومار ببرد اینجا دفتر راهنمایه وقتی برار جو واکو تو اشتا آدم بیاغل بودی وقتی لولو این موتور این خر موتور واکو دیگه موتور من نگاه بسته کردی بود خوبه یعنی حاله نمیده ماما برو کاکا جو جمع کو بارا بندر خود خر خو برو از اینجا دیگه بز اینجا نه به 3,000 روپیه به تو خونه کرایه نمیده حالا کسی تو بر به گیرایی بیا ده 3,000 روپیه عجب آدم بیاغل پیدا میشه وقتی جمع کو برو کاکا بارا بندر خو رخی دیگه خر کنم اشترینگ موتر مردم بسته نکنی های ولا یار وادی یار نباشه های دلی به یار ما کسی نمی سوزه ما چیز اومد ما یک سرای بابا به پولا ما نمیدم همینجا مگرم برا بخو خیمه بزنم اتگه گو چادر بخوار من برادر یک کمکی بکنی که ما برم بخو سرای گیره کنم بس بای پولا من نمیدم میگن تو افغانی دوباره که اینجا نمیشه میکنی تو؟ بله چرا عرفات داره میکنی؟ برارم من کاسی ندارم میگه که نه یا خراکی دارم میگه مینا که بیامدم از این سبسته درو کردم کامی کاکا این سبسته ادمانه خب میفهمم شما نه خب میفهمم شما نه پس چرا درو کردی؟
خراکی دارم ما جا و جگا ندارم من. خود جگا نداری مگر تو بیا علف مار ببینی ما مال خود ماشوم زد 10 تا گوسفند داری تو بیا علف مار ببینی شما ثواب به کار ندارین. ثواب با کار دارین دیگه مگر تو علف مار ببینی برو بخر ما پول دارم ماما. و پول نداری خر میچه خب خو خر خونه کای کج میدونی بری بر. من خود شما را کجا پیدا تو میکنم؟ امالی سه کسخر ولا علف بداره وندی یا خر مقدر علف میکنه برای من این اشیا و روزی نه چاشتم پیشکی و خاطر. می یک هفته پیشی هم ببو نمی خیر بینی دیگه. بخی برو بخی انا بخی. دستم چه گناه دارم من غریبی. بخی که دانم با هم پوستتون میکنو علفا را وردیشتی دیگه خیلی کدی بخی علفا دو من علفا بداره ونده می خری دارم برو دگه خورجین مر بده. خورجین مر بده بده. نمای برو کاکا برو انا ای از منه. از من باشد مال علفا رو به تایی کردی نمیدو علفا که از من برو کاکا برو استناش برو دگه چاره میزنی خودی یک وجب قطع خو. با تو میگم برو دگه استناش خورجین مر بده. دو من علفا بداره ویده خورجین مر بده. خورجین نبده بده لالا. کاکا برو امال 20 من علف مار تو بداره ویده برو استناش دگه خب خورجین مر بده. شبا بیا بابا رد اینار می بتا دومن خوب برو به تا دومان خوب برو من چی کار نه دارم؟ کیشا خو کنم 20 من علفه یالا تو پس که. بغزا کاکا جو بغزا من از تو. حجمه دانم بند دیل 600 تومان میکنم پیار تو نمیتونه. پیارتونم دیگه برو استناشو ما اگه کلونی دیشتی با خودی تو گپ میزن. کلونی دیشتی خردار اکشتوری شده حالا کمال نداره 20 من علفه بداره ونده گردانم بلگه ببینی خیر خورم سه که به تاسه بیستا ببسته کرده ما عواز من عبی. خر خورم به تاسه بیستا بسته کرده حواس من نیه ورده خر خو برو نه گپ هم افناده. برو با شما بیا خود خوب برو ملو خوب برو جوالیه ملوی به کجای دیونه شد مرا خدا تو دیونه خونه که من دیونه کردی ما برو یک بار جای بیا برو دگه چی سیاهی میدی برو سن نشو دگه برو با شما بیا برو کوخ بفته کلی تو کوخ بفته برو میجستم بجیسی اوش کنه عجی به زمین نخوری لبی دریای کابل چی سر چرای ای گله داره دل مایه للاره دلیگه میگه خوشم خیر بینه خداوند دیر خیر بده با این بلکه مثل اون موترون نکنه بیامده به من میگه بشکن تکون نمیخوریم اینجا که من یک 10 دقیقه خواه شما رو بیغم بگذار بفهمیدی؟ نری که سکل منطقه گم میشه
مشکنه اگه به حرکت کنی میفتته. نه این خر از کینه که بیاده به شاخ کل نابسته کرده. آها مردمه آنه نیسته که شاید خر ازی باشه. ماما 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 وخی این خر از تو نه. این خر از تو نه. ماما وقتی بیدار شو. این خر از تو نه. سرا شیشتن آساب خورا دست داده. میگم این خر از کی نمیخواد. چی هستم چون میگم ما کار دارم ماما. این خر از تو نه. کی؟ خر ها خر از من با می سکیل بسته. مرگ از منو بخی جمع که خور وخش دیگه جایی 500 تا درخت نه دیگه جا نرفتی بیاری به سکین شاخ سکین رو بسته کردی. سکیل از کی نه؟ از من عبیری من اعلان کردم هر چی قیق کشید اعلان کردم من گفتم این سکیل با مفروض کردیده. تو این آدم بیعقلی کم مغز نفهمیده که این خر چه شاخ سکین بسته کنم. همین درخت نمیبینی چیش نداری. خرکو نزدی؟ نه بیا واکو سکو تو آخو سکین منم کمش کستوندی. ماما تو دیوونه برو بر. تو دیوونه شدی سکین من همش کستی. بزنم پا خرتو بشکنم. خود درختا میگم با درختا میخ نکن زمینم کو سخته این ما کجا لط کنم. تو آدم بیعقلی بودی. نشینیم از این آن گناه کردیم که سکیل تو رو من دیگه وش کرده. سرا شما کجایی؟ سرا کجایی؟ من به تا خراب کنم. امیت آدم بیعقلی هم هستی. سیکو تو سکیل من هم بس کستی. برده مو مرکب سرا کنم که جوری میشه. برو بده برو دیگه برو که تو نزده شاخ علی درخت وانه کردم برو خود تیر کن دیگه. فس برو دیگه با تو میگم. نکن که گناه دارم من. بده برو خودی خلق بده. آدم بیعقل یاد شاخ خرم شاخ سکین بسته کرده. از این همین روش که با تو. برو وش نمایم بده. آدم بیعقل سیک تو برو دیگه سیل نکو. برو بگم دیونی خدا. بسته